بازدید وزیر بهداشت و معاونان این وزارتخانه از جدیدترین دستاوردهای هسته‌ای به ویژه در حوزه پزشکی. یکی از دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور آب سنگین با کیفیت و با غنای بالاست که از جمله مشتقات آن میتوان به تولید کیت‌های غربالگری برای تشخیص بیماری‌های متابولیک نوزادان اشاره کرد. در چند روز ابتدایی تولد نوزاد با گرفتن یک قطره خون از پاشنه پای نوزاد ما میتونیم 58 تا بیماری رو به صورت همزمان ظرف 3 دقیقه تشخیص بدیم و با اعمال یک رژیم غذایی ساده بعضاً از بروز عوارض جانبی این بیماری‌ها مثل عقب ماندگی ذهنی و جسمی و حتی مرگ نوزاد پیشگیری بکنیم. از دیگر موفقیت‌های دانشمندان هسته‌ای ایران استفاده از پلاسما به عنوان حالت چهارم ماده در ترمیم فوری زخم‌ها و درمان سرطان است. عامل احیا کننده بافت میشن، یعنی درمان به شکل موقت نیست، مسکن نیست، درمان رو به صورت اساسی با ساخت سلول‌های سالم انجام میده. بازدید دوم وزیر بهداشت از آزمایشگاه‌های تولید رادیوداروهای سازمان انرژی اتمی بود. تولیداتی پرکاربرد در حوزه تشخیص، تسکین و درمان بیماری‌ها. کار پزشکی ایران در ابعاد رادیوایزوتوپ بسیار پیشرفته است. به صورت دارو، به صورت کپسول، به صورت کرم قبلا هم استفاده می‌کردیم. الان اومدیم اینجا یه سری از کارهایی رو که در حال ساخت هست یا در حال مجوز هست اینها رو نگاه می‌کنیم. ما کاربردهای بالینیش رو ارزیابی می‌کنیم. باید مجوز بدیم که در سراسر کشور بهره برداری برسه. یکی از اهداف این بازدید همین است. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی 100% مواد اولیه و امکانات مراکز پزشکی هسته‌ای کشور را سازمان انرژی اتمی تامین می‌کند. الان از این ظرفیت سالی 1 میلیون نفر دارن تو کشور استفاده می‌کنن. این عدد بزرگیه. یعنی شما هیچ نفری رو تو ایران پیدا نمی‌کنید که نیازی به این سرویس داشته باشه و بهره مند نشده باشه. نیمی از فعالیت‌های صنعت هسته‌ای کشورمون در حوزه سلامت و امنیت غذایی تعریف میشه و در حال حاضر 220 مرکز پزشکی هسته‌ای در سراسر کشور فعال هستند. مرتضی ازنی، خبرگزاری صدا و سیما.